با سلام خدمت دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید به کانال من. مجید صفوی هستم، مربی پیلاتس و حرکات اصلاحی. توی این برنامه میخوام یکی از جذابترین و پرطرفدارترین دستگاه‌های پیلاتس رو به شما معرفی بکنم. دستگاه ریفورمر، دستگاهی که توسط جوزف پیلاتس در جنگ جهانی دوم برای بازتوانی سربازهای آسیب دیده توی جنگ اختراع شد و بعد از اون در سال 1926 در انستیتوی پیلاتسی که توی امریکا تأسیس کرد خودش این دستگاه رو اونجا برد و استفاده کرد برای افراد آسیب دیده و بعد از اون ورزشکارهای حرفه‌ای و همچنین هنرمندا و بازیگرهای هالیوود برای ورزش کردن با این دستگاه به استودیوی ایشون میرفتن و حتی امروز هم ورزشکارهای حرفه‌ای مثل کریس رونالدو، مثل محمد صلاح و بسیار از فوتبالیست‌ها توی ایران هم از این دستگاه استفاده میکنن برای تقویت پایداری و ثبات بدنشون، به خاطر اینکه موقع فوتبال بازی کردن و مسابقات در چرخش‌های ناگهانی بتونن ثبات و پایداری بدن خودشون رو حفظ بکنن. این دستگاه تمام اقشار جامعه میتونن ازش استفاده بکنن، چه افراد آسیب دیده، چه ورزشکارهای حرفه‌ای و حتی افراد سالمند و سالخورده با توجه به اهدافی که شما داری از این دستگاه استفاده میکنن. شما میتونی از این دستگاه به عنوان یک کاردیو و چربی سوز قوی استفاده بکنی، یا نه میخوای که بدنت رو قوی تر بکنی و استقامت بدنت رو بالاتر ببری، میتونی طراحی تمرینت رو جوری تنظیم بکنی که بتونی از این دستگاه استفاده بکنی و همچنین در این حال شما میتونین تعادل و کشش و انعطاف بدنتون رو هم با این دستگاه تقویت بکنید. اما این دستگاه از چه اجزایی تشکیل شده؟ به این میگم باکس. این یکی از تجهیزات دستگاه ریفورمره که با توجه به طراحی تمرینی که داریم استفاده های متنوعی از این باکس میشه روی دستگاه ریفورمر. خب دستگاه ریفورمر تشکیل شده از یک تخته به اسم گریج که بدن روی این قرار میگیره و شما روی این میخوابید. قطعه‌ای هست به اسم هدرست، جایی که سر روی اون قرار میگیره و دوتا به اسم شولدر بلاک هستن، جایی که شانه ها پشت این دوتا فیکس میشن و شما میتونید خودتون رو روی این قرار بدید. جایی که پا روش قرار میگیره به اسم فوتبار هستش که قابل تنظیم هست توی زوایای مختلف، باز بستگی به طراحی تمرین شما داره. پا روی اینجا قرار میگیره. به این میگن استرپی که پا پشتش قرار میگیره، اونم باز بستگی به نوع تمرین ما داره و یک سری فنرهایی هست که با مقاومت‌های متغیر با توجه به توان و اون هدفی که دارین از هر کدوم این فنرها میتونید استفاده بکنید و این بندها به اسم استرپ هستش که دست توی اون قرار میگیره و شما باش کار میکنید و یا میتونی حتی پات هم توی این استرپ ها قرار بدی و از ریفورمر استفاده بکنی. قرقره هایی هست که کمک میکنه به تسهیل در حرکت این گریج و به شما کمک میکنه به این صورت. قطعات دیگه نیست. این قسمت هم بهش میگم پلتفرم جاییه که پا روش قرار میگیره و باز یه سری حرکاتی هم شما میتونید توی این زاویه و با این پوزیشن روی گریج باشید با ریفورمر انجام بدید. الان بریم برای نشون دادن اینکه نحوه عملکرد این دستگاه به چه صورته و چطور میتونیم از ریفورمر استفاده بکنیم. خب باکس رو بر میدارم. به این صورت روی گریج میشینم و میخوابم. پاهام رو روی فوتبال قرار میدم، دستا کنار بدن، سر روی هدرست قرار میگیره، شانه ها روی به شولدر بلاک فیکس میشه
دم میگیرم، با بازدم پام رو فشار میدم و از ریفورمر استفاده میکنم. شما با توجه به توان و قدرتی که داری میتونی فنرهایی که داری استفاده میکنی رو تنظیم بکنی. اگر بخوای قدرتی تر عمل بکنی میتونی از فنرهایی با مقاومت بیشتری استفاده بکنی، یا اگر نه میخوای فقط کاردیو استفاده بکنی و زمان بیشتری رو این حرکت رو بزنی میتونی فنرها رو از مقاومت کمتری استفاده بکنی. ببین شما میتونی الان پاهات رو باز بذاری روی فوتبار به این صورت و خودتو پرس بکنی برای تقویت اداکتورها و عضلات نزدیک کننده داخل پات. یا نه میخوای ساق پات رو تقویت بکنی، پنجه پات رو میذاری روی فوتبار و فشار میدی. الان میاد عضلات نعلی شکل و دوقلوی شما رو درگیر میکنه. یا اگر بخوای همسترینگ و گلوتوآلت رو بیشتر تحریک بکنی، پاشنه پات میذاری روی فوتبار و خودت رو پرس میکنی با دم و بازدم صحیح این کار رو انجام میدی. اگر بخوای باز حرکت‌های متنوعی بخوای انجام بدی با استرپ رو میذاری توی دستات به این صورت، دستاتو صاف و کشیده قرار میدی، پاها به صورت صندلی قرار میگیره، دستاتو میاری پایین، پاهاتو میکشی توی زاویه 60 درجه، دم بازدم، دم بازدم. این یکی از حرکاتیه که عضلات مرکزی اصطلاحاً کورماسل شما رو درگیر میکنه و بدن شما رو به چالش میکشه. حرکت‌های متنوعی هست. شما میتونی دستاتو باز بکنی بیاری پایین و دوباره ببری سر جای خودش. خب شما حتی میتونی از باکس هم استفاده بکنی به این صورت که باکس رو میذاری روی گریج و روی باکس میشینی. میتونی یک پاتو بذاری زیر استرپ، میخوای حرکتی بزنی برای تقویت پهلوها، عضلات موربی و مربعی کمرتون. این پای دیگه‌تون رو فیکس میکنی پشت پایی که صاف و کشیده قرار دادی، دستا میره پشت سر، میای پایین، دم میگیری، میای بالا، بازدم، دم، بازدم. حرکت‌های بسیار متنوعی هست با توجه به اهدافی که شما داری. یا نه میخوای روی دستات و روی کتفات کار بکنی، استرپ رو میگیری توی دستت به این صورت، کمرتو صاف نگه میداری، دستتو میاری به عقب. یا میتونی حرکات رو عوض بکنی، بری برای حرکت هایی که نشسته باشه روی گریج به این صورت، روی زانوها میشینی، استرپ ها توی دستت میگیری و این حرکت رو میری برای عضلات موربی شکمت، دم، بازدم. یا حتی میتونی برای عضلات مرکزی و اصطلاحاً کورماسلت این حرکت رو با ریفورمر بری. این حرکاتی که من به شما نشون میدم صرفاً جهت آگاهی پیدا کردن و نحوه عملکرد این دستگاه است.
شما با توجه به هدفی که داری برنامه تمرینی برای شما طراحی میشه و با این دستگاه میتونی کار بکنی. و در آخر خیلی تشکر میکنم از شما که تا این لحظه با من بودید و امیدوارم که تونسته باشم حق خودم را ادا کرده باشم جهت معرفی دستگاه ریفورمر به شما عزیزان و تونسته باشم آگاهی شما را هرچند کوچک نسبت به دستگاه پرطرفدار و جذاب بالاتر برده باشم. از دوستانی که میخوان آمادگی جسمانی خودشون رو بالاتر ببرن و حتی در پیرو آن کیفیت زندگیشون بالاتر بره دعوت میکنم که از دستگاه ریفورمر استفاده بکنن و لذت زندگی و سلامتی رو بچشن. هر سوالی داشته باشین در مورد پیلاتس و یا دستگاه ریفورمر میتونید به من پیام بدین یا کامنت بذارید. من حتما با جان و دل جواب شما رو خواهم داد. خیلی ممنون. بدرود.